آخوند رافضی و معنای حبل الله. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل الله یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حبل الله که معنی کتاب نیست که. این حبل الله یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حبل الله که معنی کتاب نیست که. حاج آقا، اولا آیه را درست بخوانید و سپس تفسیر نمایید. شما که خواندن آیه را بلد نیستید، چگونه می توانید آن را تفسیر نمایید؟ کلمه واعتصموا به کسر حرف صاد است، نه به فتح آن. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چون به فتح صاد کلمه به صیغه ماضی تبدیل می شود و به کسر صاد دلالت بر صیغه امر دارد. خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه حبل الله یعنی رشته و ریسمان محکم الله را قرآن کریم می داند. در نهج البلاغه جلد 2 صفحه 95 خطبه 176 روایت شده است که ایشان در وصف قرآن کریم فرمودند: و ان الله سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتين وسببه الامين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره مع انه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون والمتناسون. و الله سبحانه و تعالی هیچ یک از امم سابقه را به مانند این قرآن پند نداد، پس او آن ریسمان و رشته محکم الله و راه راست بدون خیانت است. خرمی دلها و سرچشمه های دانش در آن است. روشن کننده و صیقل دهنده برای دل جز او نیست. با این که یادآوران قرآن رفتند و مشتی مردم فراموشکار یا کسانی که فراموشی را به دروغ برخیش بسته اند باقی میمانند. و هیچ یک از مفسرین شیعه و سنی چون این تفسیری که این آخوند از این آیه دارد نداشتند، بلکه ائمه تفسیر مانند ابن عباس و ابن مسعود و امام علی رضی الله عنهم و قتاده و مجاهد و سدی رحمهم الله بر این اتفاق نظر دارند که مراد از حبل الله همان قرآن کریم و دین الله متعال است که رشته و ریسمان محکم اوست و هر که بر آن متمسک شود رستگار می گردد. مراجعه شود به تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی، تفسیر مجمع البیان طبرسی، تفسیر المیزان علامه طباطبایی. و همچنان سیاق آیات بر این دلالت می کند که مراد از حبل الله کتاب الله یعنی قرآن کریم است. زیرا الله متعال در آیه قبلی می فرماید: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم. و هر کس به دین الله چنگ بزند به راستی که به راه راست هدایت شده است. و در این آیه می فرماید: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. و همگی به ریسمان الله یعنی قرآن کریم چنگ زنید و پراکنده نشوید. و نیز طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 201 به این امر اشاره نموده است. و ای کاش مدعیان دروغین امام علی رضی الله عنه به جای غلو در شأن آن بزرگوار و ساختن روایات جعلی و ساختگی در فرابشری نشان دادن ایشان و اعطای صفات خدایی به امام علی رضی الله عنه پیرو حقیقی باور و رفتار آن بزرگمرد تاریخ می بودند.